ساغری سازان رشت، محله‌ای که هنوز نفس مشاغل قدیمی تو کوچه هاش شنیده میشه. تو دل این شهر در حال تغییر، کارگاه کوچیکی پابرجاست. چترسازی که استادش نیم قرن با دستای خودش پناه روزهای بارانی بوده. چترهایی که تنها سایبان نیستن، که یادگار قصه های این شهرن. ما اومدیم تا این میراث آرام آرام فراموش شده رو ثبت کنیم. با ما همراه بشین. هر بار اومدم یه نفر پیشتون بوده. یه بزرگتر داشت به نام پاچونسته. بعد داشت میرفت مغازه سویی کرد. مرد هیچ کس نداشت مغازه. بیام دیاول. Problem بیام. ما 500 توم بیام. اون مرد. بعد چجوری تو بیایی؟ تو اون کی مرد؟ چطور اون بالا بیایی تو؟ تو ایده کاغذ دیگه هم راستی. بیام دوباره بفروختم با. سلام آقا مهدی. سلام قربان. حال شما خوبه؟ بله. خودتون رو معرفی میکنین؟ من والله مهدی برامیام بچه بغرابات. ما الان چندین سال پیش پدرم اصلا دارم اونجا کار میکنم. الف سالی، 4 سالی همه کار میکنم. کار من رشته بیشتر چتره. اگه اون سال گلام بری میگه برو ساغر سازا. بخوای چتر خوب درست کنی. میام اونجا پیش من میام چتر رو درست میکنم. بعدم میپرسی چند سال اونجا هستی؟ میگم اونجا 56 سال هستم. اونجا از بچگی اونجا بودم. کار پدرم یاد گرفتم. الف سالی چینی بد میزدیم. چراغ درست میکردیم. چراغ سوسکا درست میکردیم. همه کار میکردیم. گالوش وصله میدادیم. کار نه ادامه دادیم. همینطوری پدرم بابایم. الان خودم نویم کار داریم میکنم. بله. بعد انتخاب خودتون بوده که این انتخاب ولی من تو مدرسه رفتم 11 سال رفتم مدرسه کلاس 2 ابتدایی خوندم. از مدرسه نازو و مدیر مرا انداختم بیرون. یعنی چرا مدرسه نره مرا انداختم بیرون. بیاد سه بگیفت مرا از کوچیکی باورد آیه میپیره بالو آیه جنب بیاسم دیالا کلمار اما یاد بگیفتم آیه. یه آیه تو ادامه بودم آیه زن ببردیم. تو وجی دو تا فرزند داریم ما ازدواج کردیم. هیچی بچه ها ازدواج کردن رفتن تنها شدم خانم فوت کرده حتی همینطوری داریم کار میکنیم. چند سال خانومتون از دست خانم 24 سال. 24 ازدواج نه حالا یه خانم خوشگل پیدا کردم میخوام ببرم پول ندم پیش پول خونه نده والله حتی همینطوری دی الان هر کاری میکنه هر دری میلدنه بازار خبری نیست. الان 2 ماه سفته نمیکنه 100 تا 50 تا پول میده 2-3 ماهه 2 ماه یعنی بعد از جنگ معمولا اینجوری شد. جنگ نه کار ما في زمستونه بارون بیام کار با تغییر فصل. آره بعد ابزارهایی که استفاده میکنیم برای این کار چه چیزاییه؟ همه کردنی انبور داریم دنبالیک داریم چکوش داریم انبور غفلی داریم گلدانبور داریم یکی داریم آلو هم میبریم همه چی داریم یکی آلو بریم اوه توجه همه خیلی آلو خانوم زنگیم جوابشو بدین. چی جواب بده پول نداریم چی نداریم چی جواب بده ببینیم چی مریم خانم یا ببینیم چی میگه خانمش. الو سلام تو خوبی چیه سلامت باشی چیه ها گوسفند کلای نه بیا ببردی یخچال نه باش های فرمانداری مرا گودنده چی تصویری شون داری متوجه والله الان خانم فرمانداری دا آقای فرمانداری گودنده من چی جواب بده ما ها خبری نی بازار خراب هیچی پول نرم بخورم بخوده پول نرم بخوده نر خیلی بابری ماره نر خیلی بابری ها 1 کیلو ایچی نیو دیالا توی دی کیسی دنی الان 1 کیلو برن 300 تومنه
300 تومنه. بله کل نری خدا حافظ. های ثبوت کردن دیگه. کار شما نسبت به قبل چه بله. تغییراتی کرده نسبت مثلا به سال به 20 سال الان بود؟ آرزوم بود بهتر بود. الان گرون شده. چی کار. گرون شده؟ چطور گرون شده، میارن تعمیر میذارم نمیبره. یعنی 50 تومن بیانی میده ولی 100 تومن تیم میکنه یا 150 تومن تیم میذارم میره دیگه دنبالشه. این الان- چتری که الان هست اینا همه اون معلوم گذاشتن و مردو رفتن؟ گذاشتم اونجا انبار کردن اونجا هیچ. من نمیتونم تو مغازه برم، فردا بارون رو اونجا وایسم، برفیات اونجا وایسم. رای دیگه ندید. همینطوری. مردم بازم میان چترشون رو تعمیر کنن. آره مردم میان، بله مردم میان. یا بارون بیاد سرمون شلو صفر میگه. داری که کار اینا انجام میده. تعمیرات میاره. دیوانی اونجا نشسته چرت و پرت دیره میگه اونجا وصله ندارم. خاطر میگم برای مخاطر. بعد اگه برگردین عقب باز همین کار رو انتخاب میکنی؟ من والله حلب سازی حلب سازی؟ مغازه درست کنم، لولو بخاری، کلاها، بانو همه چی میارم اونجا درست آه. خودم دستگاه دارم درست یعنی اون همینطوری. هنرم بلدی؟ میدی کنه بگم از پردیستی قضا باره من روز 50 تا منقار درست میکردم با دستی با چوبش 50 تا درست میکردم. اونجا این واسه بیا صبح میاد اینجا یعنی کلی موقع آدم بیخورم. همینطوری کار بیا ما میکنیم، هر کاری بیا. الان از صبح من میام ساعت 9:30 تا 10 شب میاد تا کتو میان. پول نمیمونه، هر چی میگیریم 100 تومن میگیریم 200 تومن میگیریم، پول هیچ دوام نداره. به خدا زندگی مشکلی ده مشکل. الان تو این فصل هم کسی میاد برای تعمیر تا چترش؟ کتو میاد تا الان ما صحبت نکردم. از صبح اومدم تا الان صحبت نکردم. یه روز اونجا اول انقلاب سیگار میفروختن. آها. پدرم داشت چطور درست میگم. من داشتم نگاه میکردم. بهش گفتم یه روز کار تر ما یاد بگیره. تر نمیزنم کار کنم. یه مرتبه پدرم اونطوری کرد. چیکی بیل کرد. همینطوری شده. وایسان کار اینا یاد گرفته. اینا دیگه چشم اینا ضعیف شده. و شما دیگه کار. الان ما دیگه معرف شد. ما پوش بده. پدرم اونجا درسته. هر کی میگه اخلاق نداره. میومد پیش ما. تو بیاروان هست. تو درست کن. همینطوری. بچه هاتون بچه من 2 تا دختر دارم. 2 تا شوهر دختر. دارم. آره. ازدواج نوه داری؟ این نبود 3 تا دارم. آره. 3 تا دختر دارم. یا پسر؟ هر 3 تا دختر. هر 3 دختر؟ نه یکی پسر. یه پسر. یه زنده نوه. باشن. نوای خوشگلی هست. مطلعی چشماوی. مثل خودتون چش رنگیه. آره. الان این مدتی که این همه سال این همه فعالیت داشتین بله. بعد بخواین برای نسل ما یه بله. جمله بگین یه تجربه در اختیارمون بذارین والله چی میگین؟ یه آقایی بود دبیر زبان بود. میومد هر وقت دست من نگاه می‌کرد. حالا اون آقای چطور سال شده. چی شده؟ کجا چطور تعمیر آها. میکنه؟ کجا دباغیه؟ دبیر زبان بانشستی. خانومش معلم. وایسا علاقه داشت یاد گرفتی. هر کی علاقه بداره یاد میگیره. هر کی علاقه نداره نه. من چند نفر آوردم اونجا اینو علاقه نداره. همینطوری. بعد بزرگترین درس زندگیتون چیه؟ بزرگترین من کار. کار. من یه نگاه کنم از صبح ساعت 9:30 تا 10 شب یک سری هست. چند ساله الان. روز جمعه میام تا ساعت 8 6. دنبال پول خوردیم دیگه. پول باید در بیاد ما بایسیم دیگه. پول خبری نیست والله. خدا. شما همینطوری. قبل از انقلاب هم کارتون این بوده؟ من قبل انقلاب من زمان شاه طاغوت من خدمت میکردم. تو پادگانجای تهران بودیم. اونا منتقل کرده پشتوانی چی منجی پشتوانی رفتیم حلب سازی رشته حلب اینو با لولو کشی اینا چیزی دیگه. اومد استاد با اون گفت آقا چی میتونی ببری؟ این چی درست کرده خودش تعجب کرد. که از این بابا تو مربی من هست. اون بابا درست میکرد میدونی؟ من جای برن جای چایی شلف همه چی درست کلاه درست میکرد. روز 50 تا اینو درست میکرد. روز 50 تا کوچک درست میکرد. بعدت اون موقع درست میکرد. چه فرقی میکرد اون زمان با الان؟ اون زمان آلزونی بود، پول بود. میدونی مردم میخریدن از الان نمیخرن. تو ماه یک بار 2 بار دیگه ایرانی مردم نمیخرن. توجه ایده مدام دیگر بود. تو گرفتاری بود در اونجا. چی تو زندگی خیلی خوشحالتون میکنه؟ زندگی والا بچه دامادهای خوبی داشته باشه.
دختره خوبی آدم داشته باشه خوشحال میشه با چای. یعنی با موفقیت و حال خوب بچه هاتون خوشحال میشی؟ آره با خانومی خوشحال میشه اگه برسه قسمت انا خوشگله. مهدی آره این چترای چینی که وارد میشن بله اونا تأثیری تو کارتون نداشته؟ اصلا قابل تعمیر هستن؟ من هر چتری بیاره درست میکنم. پس من گیل نمیکنم. توجه هست هر چتری ما ببینه میدونم چه هست. بعد اونا سیستمشون فرق نداره با این چترا؟ نه یارو چتر مال آکاسی آورده و تو ما رشت برده کسی درست نگرد یا آدرس کنه از خوشکو بیجار اومده اونجا برای درست کرد. توجه 400 تومن گرفت نه کسی درست نمیکرد. توجه هستی هر چتری بیاد من گیر نمیکنم درست میکنم. حالا چتر اوراق حالا ما گرفتیم نه درست کرد. بعد بله الان مثلا تأثیری تو فروش و این چیزای چترای دیگه نداشته؟ چترای چینی چینی همون چی داره. من چطور اونجا داشتم پنکا داشتم. خونه میزد پنکا کار میکرد. قدیم اونجا بود. هر چطوری بیاره درست. فرق چترای قدیمی با چترای جدید چیه؟ قدیم یک مکانتر بود سنگین بود. الان چطور باده اگر بکشید 100 درهم 200 درهم میاد. بیشتر نمیاد. تو میگی تلویزیون سبوک. سابق کارش درست بود. گرو مایی میگذاشت. الان چطوری درست میاد تو بازار یه بادگاه بزن اما میشه. بدن نمیاد. چطورای چینی. واقعا راست میگه. آب غرغره شکست چطور نوعه الان غرغره باید آباد کنم بیاش بده متوجه چطوره چینی هیدی از جنس خوب استفاده نمیکنه بس گجه میمونه غرغره لاک دو بار سه بار استفاده میکنه باید شکست توجه الان چطوره زیاد جالب نه اینا قدیمی بد نیست اینا کارش خوب. پس وقتی بارون میاد باید شما خیلی خوشحال بشین دیگه مردم بیشتر خدا میان سر دنیا سوال. پول بیرون پول نمیمونه گرونی بله الان بچهای شوهر کرده میگه بابا دست ما خالیه که کمک به یک قسم میدیم یه گرفتاری مشکل داریم اما مشکل ارزون نیست گرونی اصلا برای ما مشکل. یعنی موش میاد اینجا؟ موش میاد مار غنمل اونجا داره مار غنمل مال کل روفه میاد اونجا خودش نشون میده و بالا میره اونطوری میکنه خود نیشه حکم میترسه نون برداره میگیره میدونی خوری میگیره شغل اصلی مونیه جای کندانی آتشگیر دودپش اینا همه درست میکنه هنرمندی؟ بخاری یه عکس جوانی مونی یا که عکس یا اوی منم پارچی پرو چترای آلا دارم لا چترای خوب دارم چترای تعمیر داره چترای دست دو داره وای این مال فیلم موطلای شهر ما. دیدیم بازیگرای ایران قدیم کدومو بیشتر دوست داشتی؟ فردین شاد الان برم دنبالش بود دلم برخالش داشتم من عاشق من خوشم من از زندگی خوشم من وای